بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. سلام و درود خدمت شما بیننده عزیز. در ویدیوی دیگری از آموزش های سیستمی، اپلیکیشن آینوتی و همچنین خدمات شرکت آینوتی خوش آمدین. در این ویدیو خدمت شما دوستان عزیز آموزش میدم که چطور از سرویس VPC و همچنان یا کارت ویزیت مجازی یا همچنان همون ترتیبی QR کد از اپلیکیشن آینوتی استفاده کنیم و برای افراد، اشخاص و کسب کارها را اندازی کنیم. همونطوری که میدانین کارت ویزیت مجازی همون سرویس VPC هستن، یک از خدمات شرکت آینوتی که سرشان کلیک میکنیم و میریم روی گزینه مدیریت و بعد از گزینه مدیریت خب اگر فعال سازی نباشه فعال سازی انجام میدیم و بعدش میریم روی گزینه تنظیمات. خب حالا ما شما تصمیم گرفتیم که تنظیماتش انجام بدیم. این صفحه برای ما باز میشه و وقتی باز شود ما شما میایم مشخص میکنیم که خصوصا در قسمت پروفایلشون ما شما بارگذاری میکنیم. از مخاطبین خود میگیریم. من تازگی گرفته بودم در این قسمت. حالا نگاه کنین، من پروفایلشون ست کردم و همچنان نامش فکر کنم نام رئیس صاحب هست به نام محمد اکبر، فامیلشون هست حقمل درج میکنیم. تخصص یا رشته شغلیشون هم رئیس شفاخانه باشه. میره دقیق تر درج کنم خدمت شما که یک وقت کم و کاستی نداشته باشه. خب دوستان گرامی، ما سمت شغلشان هم مشخص میکنیم. خصوصا عنوانش یک پروفسور هست، محمد اکبر حقمل، و رئیس شفاخانه زیبایی اروپا آسیا. شماره تماسشان درج میکنیم. من در کلیبورد خود گرفتمشان و در کنارشان آدرس وبسایتشان درج میکنیم که آدرس وبسایتشان باشه. آدرسشان در کجا هست؟ آدرسشان هم نوشته میکنیم که من این قسمت نوشته انجام دادم فکر کنم. این هم آدرس شرکتشان هستن که جابجا میکنیم. آدرس شفاخانهشان. تنظیمات مسیریابیش فعلا به دست نمیزنیم به خاطر که آدرس نداریم و یک متن لازم هست که متن توضیحاتش خانم صدیقی آماده کردن. این قسمت جابجا میکنیم و راههای ارتباطی رو باز میکنیم که ما چی راههای ارتباطی رو نیاز داریم. مثلا واتساپ نیاز داریم و لینک واتساپشون اینجا قرار میدیم. باید دانه دانه لینک هایشون رو بگیرم. لینک واتساپشون هم میگیریم در قسمت قرار میدیم و راه ارتباطی دیگه هم باز میکنیم که اینستاگرام باشه و لینک اینستاگرامشون هم جابجا میکنیم و همچنان راه های ارتباطی دیگر برشان باز میکنیم که تلگرام باشه اگر داشتن و اگر نداشتن بازم راه ارتباطی باز میکنیم از فیسبوک یا سایر مواردی که دارن. خب از فیسبوک را دارن، لینک فیسبوکشون رو میگذاریم. لینک فیسبوکشون رو گذاشتیم. ببینیم که دیگه چی یکی از راه های ارتباطی رو دارن. لینک هاش رو آن کردن. خب فکر کنم تا همین تعداد بودن. تلگرام ندارن. تلگرامی داشته هم خدمتشون جابجا میکرده. میتونست خیلی قشنگ و جالب به. حالا میریم روی عناوین بعدیشون که ببینیم چی موارد دیگه ای رو میتونیم در اینجا جابجا کنیم. تلگرامشون رو حذف میکنیم و بقیه‌شون همین تعداد رو ذخیره میزنیم. حالا دقت کن راههای ارتباطیشون در اینجا باز شد. فقط یک راه دیگه اضافه میکنیم که موضوع خود وبسایتشون باشه یا همون سرویسی گوگلشون. وبسایتشون هم جابجا میکنیم یک وقت کم و کاست نباشن. آدرس وبسایتشون داشتم کجا شد، اینجا هستن. اینا رو هم ذخیره میکنیم و بعد از باز تاریخ تولد یعنی موضوعاتشون فکر کنم برای یک رئیس یا برای شفاخانه نیاز نیستن و نمبرهای تماسشون هم دانه دانه جابجا میکنیم. نمبر تماس بعدیشون که باشه اینا رو جابجا میکنیم. تلفن ثابتشون هم که میگذاریم بازم ممکن لازم شده. خب 3 تا 4 تا نمبر تماس جابجا میکنیم. آدرسشون هم که در قسمت
فکر کنم گرفتم. جابجا میکنیم. آدرس یک، آدرس دو ممکن باشه، ولی بازم مهم نیست، زیاد لازم نخواد شود. این پلتفرمی است که ما میتونیم از این طریق یک کارت ویزیت را ادیت کنیم. سمت شغلیشان بخش زیبایی و همین بخش زیبایی فقط میمونیم کفایت میکنه. ولی دقت کنین ما همین یک تا کارت ویزیت را طراحی کردیم. عنوانش، اسم و تخلص و مسیر کاریشان هستن، در کنارش نمبر تماس، وبسایت. مسیر یابیش دوستان گرامی از این طریق ما میتونیم پیدا کنیم. مثلا از اینا هستن، فکر کنم احتمال زیاد چی باشن. خب نقشه رو باید باز کنیم خدمتشون. مسیر یابیش هم انجام میدیم، چیزی که بتونه مؤثر باشه. مسیریابی اینا بر فعلا توسط جی پی اس کلیک کردن، ما رو آوردن. تقریبا مسیر اینا در قسمت بهارستان میشه، بهارستان کابل. خب سمت کارت پروان 2 میشه، همچین ساحات است. خب بالاخره ما شما این قسمت رو انتخاب میکنیم، ثبت میکنیم، مسیرشان میایه. پس وقتی این کار رو انجام دادیم، یک دقت کنیم کدام جایی کم و کاستی داشته، ادیت بزنیم، طراحی کنیم که تکمیل شه، بعدش با ذخیره بزنیم تا QR کدشون بکشیم. دوستان گرامی تمامی بخشایشان تکمیل هستن. حالا ما شما ذخیره میزنیم. همینی که ذخیره زدیم یعنی ما شما یک کارت ویزیت را تکمیل کردیم. به همین سادگی شما میتونین کارت ویزیت های خودتان را یا همچنان از هر کسب و کار دیگه که باشن رو میتونین طراحی بزنین. خب این شد کارت ویزیت. حالا ما شما چیکار میکنیم؟ یک گزینه هم داریم، فعال و غیر فعال. غیر فعال کنیم برای کسی نشان نمیده و فعال کنیم مکمل برای همه فعال میشه. ما شما بخوایم این سرویس رو به اشتراک بگذاریم، از گزینه شیر کلیک میکنیم. برای شما هم آدرس صفحه باز میشه، هم آدرس دانلودشان. پس ما هر دوی اینا رو اسکرین شات میگیریم، مورد نیاز ما هست و همچنان آدرسشون کاپی میکنیم. نگاه، من آدرسشون هم کاپی کردم. برای فعلا به صفحه خانم گلاله صدیقی ارسال میکنم که اینی هم خود چیشان باشه، هم لینک شانه خدمت اینا فرستادم و هم صفحه QR کدشونه. خب اینا را صفحه QR کدشونه بازم ما میتونیم یک ادیت بزنیم تا بتونن برای همیشه مورد استفاده قرار بگیره. مثلا صفحه خود QR کدشونه همینو ما میتونیم با قشنگ تمام ادیت کنیم، به این شکل کوچیکش کنیم و همینو میتونن یک فرد به صورت بروشور بکشن و یک قاب بگذارن و میتونن روی میز دفترشون بگذارن. و یک قسمتشون هم ما میاریم ببینیم متن میتونم درج کنم یا خیر. مثلا شفاخانه چی بودن؟ خدمت شما عرض برسانم که شفاخانه هرچی که بودن رو ما از اینجا از کلیپبورد میاریم. خب همین سادگی فقط اسمشو نوشته میکنیم. صفحه یک مقدار خراب میاد، یا صفحه مثلا شفاخانه اروپا آسیا، همین میگیریم کوچیکش میکنیم، ده همین قسمت جابجا میکنیم میشه ازش استفاده کنن. خب برای فعلا با تلگرام فکر کنیم یک طوری زیاد قشنگ نیامد، ولی ما میتونیم این رو دوباره ادیت بزنیم، یک چیز بسیار مناسب و قشنگ را جابجا کنیم، همیشه ازشون استفاده کنن. خب به همین سادگی ما میتونیم یک کارت ویزیت رو جور کنیم و یک QR کد رو ترتیب بدیم و برای صاحبشان روان کنیم. این میشه کارت ویزیت. دوستان گرامی ویدیوهای بعدی رو هم خدمت شما ترتیب میدیم در قسمت آموزش های بیشتر و آموزش های اعلاتر.